درود بینندگان عالی قدر، این لحظه ما به شما آید زندگی نامی مردمی دهه زیبا منظره خوفر افسانوی ناحیه سر آسیا حکایه میکنیم. مسکن وارثان من ای دره نهان من، آیین تاجیکان من ای دره نهان من، زیباغ تو شکفته من مثل گل در این چمن، گلشن بی خزان من ای دره نهان من، سر به فلک رسیده ای دامن دل کشیده ای، جان من و جهان من ای دره نهان من، عالم رازها تویی بر دل و دیده جا تویی، مادر مهربان من ای دره نهان من، وصف تو خوب گفته بود ای نزیدا خونده خود تاریخت در زبان من ای دره نهان من، نظم و نوا با تو خوش است، نور و صفا با تو خوش است، همدم شاعران من ای دره نهان من، راضیه گوید این سخن تازه به وصف این وطن، مسکن وارثان من ای دره نهان من. در ناحیه سرای آسیا هم نمایندگان ملت‌های گوناگون دوست و برادروار امور به سر میبرند. شماری زیادی اهالی را تاجیکان تشکیل میدهند. در 17 مکتب تعلیم همگانی طالب علمان با زبان مادری امان تعلیم و تحصیل میگیرند. در 15 مکتب تعلیم در 2 زبان تاجیکی و ازبکی است. ساکنان این ناحیه با عالمان، شاعران همزمان با فرزندان شرفمندش فخر و افتخار میکنند. مردم سراسیا اکثریت تاجیک زبان هستند و ما با برادران ازبکمان بینهایت با محبت و صمیمیت زندگی داریم. با یکدیگر خویشتباری، دختر داده خداوندگی گوییم، دختر داده دختر میگیریم و در همه عرف و عادتهایمان بغیر از آن که زبانمان دیگر است دیگه همه چیز یک جای هست. معرکه هامان در توی ها، در سورها، در عیدهای عنعنوی ملی، در تعزیه ها همه وقت یک جای هستیم و از این ما بسیار خرسند هستیم، افتخار میکنیم و این پاست و قدردانی میکنیم و الحال ما در یکی از دهه‌های زیبا منظری قدیمی رایون سراسیا که با نام دهه خوفر مشهور است و از این سرزمین بسیار مردان بزرگ، مردان برومند برآمدگی هستند، هم شاعران، نویسندگان، اربابان دولت در تمام ساحه‌های زندگی مردم از همه هنرهای قدیمی و زمانوی متخصصانی هم اعتراف کرده شده در مقیاس نه تنها یک همین موضوع بلکه در مقیاس مملکت خود را معلوم کنندگی هستند. در ناحیه حتی ایجادکاران در 2 زبان روان ایجاد می کنند. عنعنه ذواللسانین را ادامه دارد. در چاره‌بینی و شبنشینی های ایجادی هم دوستی، هم بستگی، هم کاری ها وصف می گردد. از قدیم الایام مردم تاجیک و ازبک یک جای زندگی کرده، در همه عرف و عادت، دین و مذهب، مناسبت های بین همدیگری توأم با همدیگر در دوام هزار سالها این جانب زندگی کرده رسیدند. به شکرانه آن که من امروز یک محیط بسیار همراه خرسند کننده که در بین مملکت های همسایه رشته های دوستی محبت بسیار مستحکم از نو پیوسته شد. من گمان میکنم که روحی مولانا عبدالرحمن جامی و علی شیرنوایی از نو مدد کرد که این مناسبت های دوستانه ما با یک بار دیگر با مثل پیشتره برقرار و برپا شد گفته حساب میکنیم. معلوم است که بنابر ترقی یافتن صنعت، زیاد گردیدن اهالی و عموما افزودن کارخانه هایی که به انرژی الکتریکی احتیاج دارند، مثل تمام جمهوری در این منطقه نیز
در آینده نزدیک طلب به آن زیاد می گردد. از این باعث در این حدود نیز برای تأمین کردن این طلبات مینی گیس های ساخته می شوند. در عین حال در دریای توپلنگ نیروگاه برقی آبی زرچابدوکی از 2 مینی گیس در این دریا به شمار می رود تیر ماه سال گذشته به کار درآمده است. Zarchob 2 GESimiz noyabr oyidan ishga tushib boshladi va xalqimizga sof elektr energiya manbasini yetkazib berishda biz xizmat qilyapmiz hozir. Bu GESimizda qanchadan qancha xalqimiz ish bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda GESni o'zini muntazam ishlashi uchun biz 15 dan ortiq dispetcherlik xizmatida ish faoliyatidamiz. Bu yerda o'zbek, tojik xalqlarini bir-biriga bo'lgan do'stlik, bir-biriga mehr oqibatda ish boshladi va bu binomiz yangi O'zbekistonimiz uchun juda bir katta obyekt bo'lib xizmat qiladi. بسیارتر همه خلقمونده خدمت کردن، الکتر انرژی رسانده دادن خلقمونده. بنابر به کار درآمدن نیروگاه در این محل اینفراساختار بهتر گردید. طبیعی است که حیات معیشی و مدنی مردم گذشته از این حیات اقتصادی آنها از بسیار جهت به این نیروگاه وابسته است. دهه زیبا منظر خوپر تاریخی بی نهایت قدیمه دارد. از روی گفته عالمان و بزرگان این دهه در یک زمان 240 نفر ختم کننده های مدرسه بخارا در یک زمان زندگی کرده هستند. برای پاس داشتن و رواج و رونق نمودن زبان مادریمان، عرف و عادت و عنعنه‌های ملی، همکاری مرکزهای ملی مدنی با مسکن‌های علم براه گذاشته شده است. اکثر محفل‌ها با اشتراک طالب علمان برگزار می‌گردد که این در دل کوچک آنها مهر و محبت را نسبت زبان و وطن همزمان بیدار می‌سازد. در مکتب رقم 8 دهه خوفر تقریباً 800 نفر خواننده تحصیل می‌گیرد و آنها 50 نفر آموزگار درس می‌گوید. تعلیمگاه ما که فن زبان ادبیات تاجیک یکی از فن‌های اساسی به حساب می‌رود و مردمی باستانی خوفر که از قدیم ایام تاجیک زبان هستند و بی‌واسطه همین رشته، همین زبان مادری در تعلیمگاه ما بسیار خوب برآمده است. ما صاحب اتاق ادبیات تاجیک هستیم و شاگردان ما نیز خوشبختانه در شهر دوشنبه، در شهر تاشکند، در شهر ترمیز، در شهر باستانی سمرقند در فکلته فیلولوژی تاجیک تحصیل علم میکنند و خوشبختانه همین سال جاری یکی از دخترای بسیار خوش سلیقه مکتبمان خماره رحیمова دانشجوی فکلته فیلولوژی دانشگاه دولتی شهر سمرقند گردید و به نزدیکی نتیجه جنبستی المپیادی که در ناحیه شده گذشت و یک نفر خواننده صنف نهمی مکتبمان خضربای خضروف راه خط گرفت به المپیاد ولایتی. با کسب آموزگاری هوس کردن شاگردان هم اثبات خدمت استادان است. در تعلیم و تربیت ما نسل نورس سهم استاد خیلی بزرگ است. من درباره استاد از ایجادیات خودم شعر گفتنی هستم. من از آن روزی که حرف آموختم، راستی را خط به خط آموختم. آن همه برداشته بر روی آب، شادی گل استاد با صدها عذاب. من از آن روزی که آموختم زبان، شعر گویم در حق استاد روان. هر یکی ما طالب علمانی جوان، شعر گویم در حق استادمان. ای عزیز استاد من تاجی سرم، جای داری در دل و در دیده ام. راضیه هستم و دارم یک امید، تا شوم من مثل استادم بمیر. من در آینده استادی فنهای زبان و ادبیات شدنی هستم و در همین دهه خودمون به نسل نورس آینده آموزگاری کردنی هستم. آموزگاران امروزه مسئولیت خود را در نزد جامعه و شاگردان خوب می‌دانند. از نوگانی‌ها سری وقت
خبر دارند. در دل شاگردان مهر بی اندازه را نسبت وطن، مادر، دوست و خویش باز هم افزون می گردانند. این باعث فرحمندی شاگردان می گردد. وطن جایی است که در آنجا ما در هوای آن آزادانه نفس میگیریم. وطن از ناحیه، از محله و بعد وطن ما ازبکستان نام دارد. من وطنم ازبکستان را دوست می‌دارم. در وقت‌های خالیگیم قلم به دست گرفته درباره وطن، زندگی، مادر، دوستی، خلق‌ها و درباره دیگر موضوعات شعر ایجاد می‌کنم. مثلا شعر ایجاد کرده من درباره وطن چنین است: ای وطن جانم وطن، جانم وطن، مهری تو در جسم و در جانم وطن، بلبلی تو چون غزل خوانم وطن، ذره خاکت گشته درمانم وطن، زیبی این دشت و صحرا را چمن، گشته ای یکتا و بی همتا وطن. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. شکری از آن دارم که در همین دیار بهشت آسا تولید شدم. این دیار کوچک من عالمای به دنیا آوردند که یا عالمان را مشهور کردند که سراسر جهان قریب که اشغال کردند با علم و سوادشان. و در این جامعیتی که زندگی میکنم فخر از آن دارم که در همین مکتب دیه کار و فعالیت میکنم و فخری استادانم نیز هستم. با استادانی که در اینجا کار میکنم تجربه خوبی زندگی، تجربه خوبی مکتب و تعلیم و تربیه را نیز از خود کردم. شکری آباد، شکری خاکت، شکری شام و شکری صبحی عطرناکت، ای وطنی بهشت آسای من. خیلی فخر و افتخار دارم چون که وقتی که در صنفخانه میدارم 29 تا طلبه یک چهره انتظاری وقتی من پیشواز میگیرن، من خیلی فخر میکنم. خوفر مکان است که با گذشته دور خود فرزندان آبرومندش فخر میکند. جایگیرشوی خاندانها در کوهسار پیش نظر صنعت بی تکرار را جلوگر می سازد. گویا از تاریخ و فرهنگ قدیمی مردمی با آر و ناموس و شرفمند، همدل و همفکر بیچون و چرا حکایه می گوید. این محل افسانوی خیلی خوشمان آمد. ساکنانش باشند حلیم، خاکسارند. شاید این هم خصلت‌های نجیب از قدمجای خواجه اویس قرنی منشأ گرفته باشد. قشلاق خوفر ول دیهه خوفر با نام خوفر سالهای 1468 72 سالها در جای امروزی قبرستان امروزی تشکیل می یابد. بعدتر وقتی که اهالی بسیار میشن جا تنگی میکند، بعد به جای امروزی قشلاق نو را تشکیل میکنند. درباره این زیارتگاه امروزه باشد، این بزرگ خدا خیلی که میگن نیکان خدا نباشن، یک دم ز خدا جدا نباشن، این بزرگ خدا اصلا از یمنی قشلاق قرن با نام سلطان اویس قرنی معنای همین را دارد که از قشلاق قرن یمن برای ترغیب اسلام به اینجا با همراهی خواجه آب ایره، خواجه پاک که امروز خواجه آب پاک میگیم در آلتین سای هستند، خواجه برکا، من خواجه کوی کلان، هم یک 5 عزیز خدا برای ترغیب همین دین اسلام به این مضافات ها آمدن. آهسته آهسته این قدم جای همون کسا، خاک جایشان نه، قدم جایشان. امروز دهه خوفر از نگاه موقع نقطه مهم در جمهوری به شمار می رود. سالهای آخر آنگویا باز موقع تاریخش را صاحب شد. راهی نوآباد خوفر با دستگیری صاحبکاران محلی تعمیر گردید. همین زیارتگاه تا سال 2005 این شکل را نداشت، همین شکل زمینی بود. سال 2005 با تشبس یک چند حامیان خودمان از نو من مسجد، مقبره، من این زنده پایه ها، من این پنجره ها و من این درختان سایه افکن شنانده شد، آباد کرده شد. امروز با تشبس و دستگیری حکومت امروزی ما بعد استقلالت دولت بینید که در خود یک قشلاق دوردست کوهستان ما مکتبی 3 بلاک 3 کارپوس کلان مکتب با دستگیری حامیان ما، با دستگیری پرزیدنت محترم ما
راه ما که تا سال 1989 یخ کرده مانده بود، این سال 2020-2021 پوره 18 کیلومتر راهی نواباد خوفر اسفالت نصفش بتون کرده به استفاده یکم ایولی سال 2021 به استفاده داده شد. ما از نام خلق، از نام تمام ساکنان این دیها با پرزیدنت دولتمان منتداری خود را بیان میکنیم. زیارتگاه هم آباد میگردد، باغ و گلزارها بنیاد میگردند. این همه از کارهای خیر انسانهای آبرومند خوفر می باشد. مردم دیها الحال به آینده نیک و درخشان آن اعتماد دارند. شکری خدا